روزگاری در این مدرسه عالم بزرگ شیخ طبرسی کتاب ارزشمند مجمع البیان در تفسیر قرآن کریم را نگارش کرد. یکی از قدیمی‌ترین آثار در واقع شهر سبزواره که مربوط به دوره دیلمیان قرن 4 هجری و قبل از احداث او مدارس معروف نظامی است. مدرسه‌ای کهن که روزگاری برای خودش برو بیایی داشته و محل رفت آمد طلاب علوم دینی بوده. شخصیت‌های بزرگی در این مدرسه مشغول تحصیل بودند، من جمله شیخ طبرسی. این مدرسه حدود بالغ بر 70-80 تا حجره داره. حجره‌ای که ما از این اتاق‌ها تعبیر می‌کنیم به حجره. 2-3 تا مدرسه داشته، کتابخانه داشته. اما حالا ردپای مهجور تاریخ را در آن می‌توان دید. بنای اصلی، بنای الان در حال حاضر این مجموعه بیش به 100 سال نمیرسه. چرا که این اثر از یک سو از گزند شهرسازی‌های امروز و تخریب گسترده بافت قدیمی و تاریخی سبزوار جان سالم به در نبرده. بین سال 1318 تا 1320 در جریان خیابون کشی‌هایی که خیابون بیهق احداث میشه، اون بخش زیادی از مدرسه که در حاشیه بازار بوده تخریب میشه و شاید هم با کمکاری‌های متولی و آن موقوفات میلیونی اینگونه آرام و سر به زیر سرخم می‌کند. زیرزمین این مدرسه کهن تاریک است و از دیوارهای آن بوی نم به مشام میرسد. این مکان مدرسی بوده، سالن اجتماعاتی بوده، به عنوان نمازخانه استفاده می‌شده. این مدرسه قناتی بوده و این رطوبت الان هم هست. گویا حالا با تغییر متولی زمزمه‌های آباد شدن به گوش میرسد. ما پیش گلستان رو مرمت میکنیم، اینجا پر خواب بوده. فعلا داریم رفع خطر میکنیم و عرضم حضور شما که اقدامات مرمتی استحفاظی انجام میدیم. انشالله در آینده مرمت جامعش طرحش باید تهیه بشه که اون انشالله آینده. خب الان مدیریت مدرسه و متولی مدرسه خود اداره اوقاف هستش. از 2 سال قبل تا الان حدود 500 میلیون تومان ما اینجا خرج کردیم، هزینه شده و 4 میلیارد تومان برآورد کردیم که برای بازسازی و تعمیر کل مدرسه. وزیر میراث فرهنگی هم 1 ماه قبل در بازدید از این مدرسه تاریخی آن را فخر جهان اسلام خواند و بر مرمت آن با مشارکت دستگاه‌های متولی تاکید کرد. من سعی کردم در همین سفر، در همین جاهایی که بازدید کردیم، مشکلات رو در محل حل کنن. هر اقدامی و هر تصمیمی که دوستان ما در این حوزه بگیرن و بخوان این مدرسه رو به احیای این موضوع رو بالاخره داشته باشن، چیزی که از دست ما برمیاد در چارچوب قانون و در چارچوب اختیارات وظایفمون حتما از دوستانمون حمایت میکنیم. این مدرسه قدیمی با این قدمت پرآوازه چرا بعد از گذشت 1100 سال هنوز در فهرست آثار ملی ایران به ثبت نرسیده؟ بحث ثبت این بنا اقداماتش انجام شده، پرونده ثبتش تهیه شده، سال 99 ارسال شده. الان عرضم حضور شما طبق آخرین اخباری که در واقع ما گرفتیم ارسال شده به تهران برای شورای ثبت که انشالله کار ثبتش انجام بشه. اگر همه پای کار باشن بهار این اثر خزان گرفته تاریخ در راه است. سمانه علی اکبری، خبرگزاری صدا و سیما، سبزوار.